من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. در آیات آغازین این سوره مبارکه ما احکامی خواندیم، بعضی از قوانین و ضوابط را خواندیم که این احکام بیشتر برای زندگی اجتماعی ما انسانها لازم هستند، ضروری هستند، ما اینها را به جا بیاوریم، رعایت بکنیم. من جمله اون احکام درباره تهمت بود، درباره زنا بود، حکم خود زنا یا حکم تهمت به زنا، کسی را تهمت بزند، این احکام را خواندیم. و بعد از اون در رابطه با تهمت زنندگان به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، اونهایی که تهمت زدند اونها را الله تعالی توبیخ فرمود، سرزنش فرمود. در آیات متعددی ما بیان سرزنش برای اونها را خواندیم. همچنین کسانی که سکوت کردند، بی تفاوت نشستند و هیچی اظهار نظر نکردند، سرزنش و توبیخ نسبت به اونها هم خواندیم که الله تعالی فرمود شما چرا ساکت نشستید؟ شما چرا نگفتید سبحانك هذا بهتان عظیم؟ و به صورت کلی بعداً کسانی که بعد از نزول آیات هنوز اعتقاد به اون مسئله داشته باشند، چگونه در دنیا و آخرت مورد لعن و نفرین پروردگار هستند. همه این مطالبی هست که ما در گذشته خواندیم. اما از این آیه که استیزان معروف هست، از این آیه به بعد ما چند تا قوانین میخوانیم، چند تا دستورالعملهای الهی را میخوانیم، چند تا ضابطه هستند که در صورتی که اینها را انسان رعایت کند کمتر با این مشکلات و مسائل مواجه میشه. چون احکامی درباره تهمت خوانده شد، درباره زنا خوانده شد،
حال الله تعالی می فرماد اگر شما این دستورات را عمل کنید این مسائل کمتر پیش میاد که کسی را تهمت بزند، کسی به کسی تعرضی بکند. لذا از این به بعد ما چند تا قانون میخوانیم که شاید 6 قانون هستند. اینها برای زندگی اجتماعی ما بسیار مفیدند، بسیار لازمند و اگر ما مسلمانان این قوانین را اونطور که حقش هست در زندگی خودمون اجرا کنیم، احیا کنیم، پیاده بکنیم، همانطوری که نام این سوره نور هست، زندگی ما نور میشه، زندگی ما پر نور میشه، زندگی ما زندگی بسیار خوبی، راحتی، بدون دغدغه، بدون مشکلات خواهد شد. گرچه بظاهر بعضی از این مسائل بسیار معمولی هستند ولی خیلی مهم هستند. رعایت نکردن اینها منجر به مشکلات بسیار زیادی می شوند. اولین حکم که اینجا می خوانیم، اولین ادب از آداب، اولین قانون از قوانین استیزان هست. استیزان به معنی اجازه گرفتن. وارد خانه کسی بدون اجازه نشوید. وقتی که ما میخواهیم وارد خانه کسی بشیم حتما قرآن گفته شما وارد نشید تا زمانی که شما اجازه بگیرید، سلام بگویید. ترجمه آیه را ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نشوید خانه غیر از خانه های خودتان، حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، حتی که اجازه بگیرید. تستأنسوا یعنی تستأذنوا، حتی که اجازه بگیرید سلام بگویید بر اهلش. در حدیث شریف آمده که انسان وقتی که وارد خانه میشه 3 بار سلام بگوید. این 3 بار سلام گفتن چیه؟ یکی همین که تازه انسان وقتی میخواد داخل بشه این را میگن سلام استیزان، سلام اجازه. ما عرف ما فرق میکنه، ما یا در میزنیم یا میگیم یا الله. وقتی میگیم یا الله طرف میگه بفرما، این همون استیزان است. اما در سنت اینه که وقتی که تازه میریم میگیم السلام علیکم، از دم حیات، از دم خونه. طرف وقتی که مشکلی ندارد، معذوریتی ندارد، اجازه میده به ما وارد بشیم، از همون جا میگه و علیکم السلام بفرما. خب ما میریم. وقتی که رفتیم این یک سلام گفت. وقتی که به جلسه وارد میشیم اونجا سلام تحیه هست، السلام علیکم مجددا، این سلام دوم است. بعد وقتی که جلسه تمام شد فارغ میشیم میگیم السلام علیکم سومی، سلام وداع، سلام خداحافظی. این ادب است. در حدیث این صورت به ما تعلیم دادند. ولی خب همون که کسی در میزند، زنگ میزند، یا الله میگه و جواب میشنود، یا از اونجا برش در را باز میکنند، خب این نوع استیزانی هست. بدون این کسی حق نداره وارد بشه. حتی خانه محارم خودش، خانه برادر، خانه خواهر، امکان داره که اهل خانه در شرایطی باشند، در وضعیتی باشند که نخواهند کسی اونها را ببینه. حتی مادر انسان. فرد پرسی یا رسول الله اونجا غیر از مادرم کسی نیست، چطور اجازه بگیرم؟ آن حضرت دید متوجه نمیشه، گفت دوست داری وارد بشی مادرت را بدون لباس ببینی؟ گفت نه. گفت بس اجازه بگیر. منظور اینه که شاید طرف داره لباس عوض میکنه. حتی خونه خودتون وقتی که احتمال دارد همسایگان بیاند، غیر محرم بیاد،
اونجا هم شما آمدنتون را اطلاع بدید و گذشته از این هم جز آداب گفتن که اگر در اون خانه فقط همسر خود انسان زندگی میکنه که انسان زن و شوهر هم دیگر را بدون پرده هم میبینند، اونجا هم اجازه بگیرید، چون گاهیش امکان داره در شرایطی زن باشه که نخواد در اون وضعیت شوهر او را ببیند. بنابراین اجازه گرفتن دستور قرآن است که داخل نشید حتی که به شما اجازه بدن سلام بگویید. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. این دخول با اجازه بهتر است برای شما، شاید شما پند بگیرید، نصیحت حاصل کنید. اما اگر رفتید کسی نبود، یا الله گفتید جواب ندادند، السلام علیکم گفتید کسی جواب نداد، در باز بود، دیگه بدون اجازه هیچ وقت وارد نشید، هیچ وقت داخل نروید. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر نیافتید در آن خانه احدی را، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، داخل آن خانه ها نشوید حتی که اجازه داده بشه برای شما. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر به شما گفته شد برگردید، هو ازکی لکم، این باعث پاکیزگی بهتری هست برای شما. یعنی وقتی که گفته اینجا کسی نیست، زن خانه هست گفت اینجا کسی نیست، اصرار نکنی. بعضی مردم بیجا اصرار میکنن، خب من تا وقتی تو پذیرایی میشنم طرف بیاد. یعنی چه؟ اینجا یک زن تو خونه هست، نامحرم، تهمت ها از همین مسائل درست میشند. وقتی که میگه مرد اینجا نیست، اجازه نداری اونجا داخل خانه بری بشینی، ولو اینکه تو پذیرایی بشینی. لذا الله میفرماید وقتی که گفتن ارجعوا، برگردید، فرجعوا، شما هم برگردید. شاید طرف روش نشه که بگه برگرد، نیا داخل خانه، فقط میگه کسی نیست. خب کسی نیست یعنی اجازه نداری بیایی. پس انسان اینجا اصرار نکند. والله بما تعملون علیم. این ترغیب به سوی تعمیل احکام است. الله تعالی به اونچه که شما عمل میکنید علیم هست، دانا هست، خدا میداند. لذا شما به دستورات خدا عمل کنید، دستورات خدا را اجرا کنید. ورود به خانه، نگاه کردن به داخل خانه بدون اجازه، اینها تمام از ممنوعات است. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. این تکمیل قانون اول است. اگر خانه‌ای بود، اتاقی بود که وسایل ما اونجا هست، مسکونی نیست، مثلا تجاریه، عمومیه، اونجا اجازه گرفتن لازم نیست. قرآن میگه لیس علیکم جناح، بر شما گناهی نیست، ان تدخلوا بیوتا، وارد خانه بشید که غیر مسکونت، مسکونی نیست، فیها متاع لکم، اونجا وسایل شماست. بعضی ها گفتند منظور از این خانه ها مسافر خانه های عمومی که اونجا همه مردم سالن های عمومی هستند، مسافر خانه های عمومی، هر یک گوشه وسایل خودش را میگذارد، یا این استراحتگاه هایی که سر راه ها هستند، یا عرض کنم که مغازه ها و فروشگاه ها هستند، همه اینها داخلند. در همه اینها انسان میتونه وارد بشه. بعضی ادارات، البته در ادارات دفاتر، عرف هر منطقه اعتبار داره، بعضی دفاتر هستند که این دفترها در اداره بسته اند، یعنی طرف تو اتاقش تو دفترش مشغول کاره، گرچه عمومی هست اما بعضی ادارات عرفه که در میزنند و وارد میشن. اونجا هم عرف را انسان رعایت بکنه، هر چی که اجازه گرفته بشه بهتر است.
والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. الله میداند آنچه که شما اظهار میکنید، اونچه که شما کتمان میکنید، مخفی میکنید. منظور اینه که الله عزوجل از ظاهر و باطن شما خبر دارد، از اعمال شما خبر دارد، از نیات شما خبر دارد. حواستون جمع باشد، طبق دستور خدا باشید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این قانون اول بود. قانون اول استیزان، هر کسی که جای میره اجازه بگیره. دستور دوم، قانون دوم، حفاظت چشم و حیا و عفت را نگه داشتن. الله تعالی به مردان جداگانه دستور میده، به زنان جداگانه دستور میده. قانون دوم مال مردان است، قانون سوم مال زنان است. اما دستورات زن مقدار تفصیل دارد، چون خود زن شرایطش با شرایط مرد فرق دارد. الله می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به بندگان مؤمن بگو، به مؤمنین بگو چشمایشون را پایین بگیرند. چشم در حدیث آمده که اگر هر جا انسان چشم را استفاده بکند، تیری از تیرهای شیطان، خوب شیطان به وسیله چشم سوء استفاده می کند، انسان را مبتلا می کند به گناه، به معصیت. در این عصر، در این دور خیلی مهم است این موضوع. دور فتنه هست، دور فساد هست. خوشا به حال اون جوانی که اینقدر ایمان دارد. اینجا فرموده قل للمؤمنین. ایمان قوی انسان را میتونه باز بدارد. همیشه نبرد ایمان و تقوا هست از یک طرف، و از یک طرف هوای نفس و شیطان. هر کدوم غالب بشه چشم تابع او میشه. گاهی چشم تابع شیطان است، هوای نفس است، و گاهی چشم تابع ایمان است، تابع تقوا است. لذا الله اینجا فرموده قل للمؤمنین. این صفت هم بدون جهت نیست. کسانی که ایمان قوی و ایمان بالا داشته باشند می توانند خودشون را حفاظت کنند. به مؤمنان بگو یغضوا من ابصارهم، چشمای خودشون را پایین بگیرند. چشم یکی از مقدمات و دواعی بی‌حیایی هست. فساد هست، زنا هست. در حدیث حتی آمده للعینین زنا و للیدین زنا و للرجلین زنا. دستها زنا می کنند، گوشها، چشمها زنا می کنند، پاها زنا می کنند. یعنی وقتی که ابتدا آغاز بشه، آغاز این کار بی عفتی از چشم میشه، از هر جا نگاه کردن میشه. من برای طلبه ها قبلا مقوله‌ای که بعضی از بزرگان گفتند خواندم که چشم برای رسیدن به بلا تشبیه فساد و فحشا چند مرحله است. مرحله اولش نگاه کردن است، نظرتون. هم اول نگاه کردن مرد زن را، زن مرد را. این اولین مرحله است. فابتسامتون، بعد از اینکه هم دیگر را نگاه کردند، تبسم، یک خندیدن. این مرحله دوم هست. نظرتون فابتسامتون فسلام فکلام. مرحله سوم سلام گفتن، احوال پرسی بدون نیاز. مرحله چهارم کلام، با هم دیگه گرم گرفتن، صحبت کردن، خلوت کردن. و مرحله چهارم، پنجم و ششم فموعد فلقاء، موعد تعیین کردن و ملاقات با هم دیگه. العیاذ بالله، کار بی حیایی انجام دادن. پس آغاز این کار از کجا شد؟ نظرتون، نگاه کردن.
پس این اولین انگیزه است. الله که میفرماید ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید، یعنی اون مقدمات را هم انجام ندهید. در این زمان الان فرق کرده، شرایط فرق کرده. بعضی ها شاید نیاز نباشد که همدیگر را ببینند، به وسیله این فضاهای مجازی، کانالهای مجازی ارتباطات برقرار میشه. این ارتباطات قائم مقام و جایگزین این مقدمات و این دواعی هست که خدا میگه به نامحرم نگاه نکن، با نامحرم به صورت خاص ارتباط داشته نباش. لذا کسانی که از طریق مجازی و کانالهای مجازی خاص با هم دیگر رابطه میگیرند، اون هم همینه، اون هم جایگزین اینه. الله میفرماید به آنان بگو که به مؤمنان بگو یغضوا من ابصارهم، چشمانشون را پایین بگیرند، و یحفظوا فروجهم، و شرمگاهشان را، فرجشون را، عفتشون را حفظ کنند. ذلک ازکی لهم، این باعث پاکیزگی بیشتری برایشون هست. مؤمن باید پاک باشد، پاکیزه زندگی کند، زندگی پاکی داشته باشد. پاکیزگی زندگی با حفاظت چشم است. ان الله خبیر بما یصنعون، بدون شک الله خبر دارد آنچه که آنان انجام میدهند. این بازم ترغیب به تعمیل احکام است، یعنی خداوند از همه کارهای شما با خبر است، پس مواظب باشید، حواستون جمع باشد، چشمتون، گوشتون، تمام اعضا و جوارحتون را از گناه حفاظت کنید. خب این درباره مردان بود. حال به زنان همین دستور، اما با قدر تفصیل بیشتر. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمنه بگو که یغضضن من ابصارهن، چشمهایشان را پایین بگیرند، و یحفظن فروجهن، آنها هم عفتشان را حفظ کنند. ولا یبدین زینتهن، ظاهر نکنند زینت خودشان را، الا ما ظهر منها، مگر اون زینتی که بی اختیار ظاهر میشه، در اختیار خود انسان نیست. یعنی زن حتی الامکان خودش را تحت پوشش قرار بده، اما گاهی بدون اختیار. مثلا خود زن ولو اینکه در پرده هست، اینم یک نوع زینتی هست، با لباس هست، این الان ضرورته. یا بعضی وقتها نیاز میشه دستهایش ظاهر بشه. بعضی وقت زن یه چیزی خریداری میکنه، یه چیزی تحویل میده، خب دستش ظاهر میشه. در دست امکان داره که حنا باشد، حنا خب رنگی هست، نامحرم ببیند، خب این بدون اختیار شد. امکان داره دستش انگشتری داشته باشد، انگشتر زینت است. و این زینت، بعضی ها که میگویند چهره مراد هست، این تفسیر درستی نیست. چهره را زن باید بپوشد، چون که چهره در واقع مظهر زینت یک زن چهره است. زینت اصلی و زیبایی یک زن را از کجا میشه تشخیص داد؟ از چهرهش. و باز چهره محل تمام زینت ها هست. زنان بیشترین وسائلی که استفاده می کنند، وسایل آرایشی، محل استفاده اینها هم در چهره هست. اگر ما تفسیر بکنیم الا ما ظهر منها، اونی که بدون اختیار ظاهر میشه یعنی چهره، پس کجا هست که دیگه باید پوشیده بشه؟ اصل چهره هست. یک زنی را کسی تشخیص میده که آیا خوبصورت یا بدصورت، از دست، از پا، از جای دیگه تشخیص داده نمیشه، از چهره تشخیص داده میشه. بنابراین تفسیر این الا ما ظهر منها چهره نیست آنطوری که بعضی میگویند.
چهره زن پوشیده بشه. اون که ما در کتاب‌های فقهی خواندیم که مگر وجه و کف، چهره و کفین، اون در نماز هست، نه جلوی نامحرم. در نماز وقتی که نماز میخواند قدس چهرهش ظاهر بشه. مسلم است زن جای نماز میخواند که اونجا مرد نیست. زن اگر در مسجد هم نماز بخواند جای زن ویژه هست، پشت هست، جداگانه هست. اگر در خانه نماز بخواند جلوی نامحرم نمیخواند، اونجا چهرهش، قرص چهرهش ظاهر بشه. اما جلوی نامحرم نباید چهرهش را ظاهر بکند. بله، الا ما ظهر منها، مگر آن که خودش ظاهر بشه. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، الله می فرماید زنان باید خمار خودشون را، خمار اون چادر را میگن، روسری را میگن، این را بیاندازند بر گریبان خودشان. گریبان، جیوب، جیب، گریبان را میگن. چون که یکی از مواردی که تأکید شده از همین آیه هم معلوم میشه، زن باید بپوشد سینه هست، گردن و سینه. متاسفانه در عرف امروزی اینها را کمتر رعایت میکنند. من قبلا عرض کردم حتی بعضی ها اینقدر از شیطان یاد میگیرند، درس میگیرند که سعی میکنند طوری لباس بپوشند که نیم سینه شون برهنه بشه، ظاهر بشه. این را به عنوان یک افتخار، به عنوان یک مدل، به عنوان یک مدل پیشرفته میدانند. این روش با روش اسلام و با روش قرآن و با دستور قرآن 100% مخالف است که زن باید طوری پوشش داشته باشد که سینه اش و گردنش معلوم نشه، نه اینکه مدل لباسی را انتخاب بکند که سینه اش نیم برهنه باشد. بس الله می فرماید ولا یبدین ولیضربن بخمرهن، باید خمار و چادر خودشان را بیاندازند علی جیوبهن، بر عرض کنم که گریبان خودشان. و این سینه و بالخصوص خود سینه پستان نباید ظاهر بشه جلوی هیچ کسی. بعضی ها متاسفانه جلوی نامحرم، در منطقه خود ما عرف است، جلوی نامحرم به بچه شیر میدند، خب سینهش ظاهر میشه. این بسیار مذمومه، بسیار بده. قرآن میگه هیچ بخشی از چهره از سینه ظاهر نشه، اون بخش مقصودیش را در میاره به دهان بچه میده، جایی که نامحرم قرار داره. بعضی وقتا مردم گزارش میدن بعضی از خواهران نمیدونند، متاسفانه جهالت است، از احکام قرآن خبر ندارن. تو مطبهای پزشکا، در سالن‌های انتظار، همون جا نشسته بچه گریه میکنه، سینه‌اش را نشون بده به همه، بچه شیر میده. لذا این خیلی خطرناک است، خیلی بد هست، دستور خلاف دستور قرآن. اگر واقعا ضرورتی پیش میاد، همونطور که قرآن گفته، باید چادر را بیاندازد بر سینه‌اش، از زیر چادر بچه را شیر بده. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زنان باید زینت خودشون را ظاهر نکنند مگر برای محارم. محارم را قرآن اینجا برشمرده، نام گرفته. ببینی غیر از اینها دیگه محرم نیست. الا لبعولتهن، مگر برای شوهرانشان، او آبائهن، یا پدرانشان، او آباء بعولتهن، یا پدر شوهر، او ابنائهن، یا فرزندانشان، او ابناء بعولتهن، یا فرزندان شوهر. شوهر که از یک زن دیگه فرزند داره، خب برای این زن دوم هم محرم است. او اخوانهن، یا برادرانشان، برادران حقیقی، چه از پدر باشد، چه از پدر و مادر، چه از مادر تنها.
او بنی اخوانهن یا برادر زادها، او بنی اخواتهن یا خواهر زادها، او نسائهن یا زنان خودشان. زنان خودشان یعنی چه؟ یعنی از زنان مسلمان جلوی زنان مسلمان ظاهر میشه، جلوی زنان کافر نه، جلوی زنان مشرکه و یهودیه نه، زنانی که هیچ نوع پایبندی دین تقوی در وجود اونها نیست. قال ابن عباس، اینجا قرطبی از ابن عباس سخنی نقل کرده، قال ابن عباس لا يحل للمسلم ان تراها یهودیه او نصرانیه. برای یک زن مسلمان درست نیست که او را یهودیه ببیند یا نصرانیه ببیند که لئلا تصفها لزوجها، بعدا برای شوهرش تعریف بکنند من زنی دیدم فلان زن چنین بود چنان بود، یا اون زنهایی که برای شوهرانشون تعریف میکنند از اونها هم باید پرده کرد. لذا نسائهن معنیش همینه، نساء خودشون، او ما ملکت ایمانهن یا کنیزک هایشان. بر اساس تفسیر ابو حنیفه رحمه الله میفرماید غلام محرم نیست، فقط کنیز هست. او التابعین غیر اولی الاربه، یا جلوی کسانی که تابعین هستند یعنی دنبال مردها هستند، غیر اولی الاربه یعنی خودشان نیاز جنسی ندارند. بعضی افراد هستند کم دارند، از نظر ذهنی مشکل دارند، کمبود دارند، برای خودشون کاری نمی کنند، بلد نیستند، جلوی خانه ها هستند، پشت سر مردها هستند، هر وقتی مرد به خانه بره اینم باش میره که مرد غذای میخوره یک لقمه به اینم بدند. اونایی که عقب ماندگی ذهنی دارند، کمبود دارند، مشکل دارند، نیازی به زنها ندارند، اصلا تو این بحر نیستند، جلوی اونها زن میتونه ظاهر بشه. میفهم او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال، یا اینکه تابعین یعنی کسانی که تابع مردان هستند، دنبال مردان هستند، غیر اولی الاربه غیر صاحبان نیاز از مردان، یعنی مردانی که نیازی به زن ندارد، اصلا از زنها خبر هم ندارد. نوشته تفسیر خازن المراد بالتابعین غیر اولی الاربه هم الذین یتبعون لقوم، اونایی که دنبال افرادی هستند، دنبال مردان هستند، لیصیبوا من فضل طعامهم، تا اینکه از غذای اضافی که هست به اونها بدند. گرسنه هست آمده، کاروباری بلد نیست، عرض کردم عقب ماندگی ذهنی دارد، لا همت لهم الا ذلك ولا حاجت لهم فی النساء، اون دیگه همتی نداره، بالاترین همتش همینه که دنبال هست کجا لقمه گیر بیاد و هیچ حاجتی به زنها ندارند، جلوی اینها میتواند زن ظاهر بشه. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا اون طفل هایی که مطلع نیستند بر عورات نساء، از عورت های زنها چیزی نمیدانند، اون بچه‌ای که هنوز نمیداند از مسائل زن و مرد خبر ندارد، که متاسفانه امروز با فضاهای مجازی بچه های کوچک خبر دارند. لذا زنها در حضور این بچه هایی که حالیشون میشه حداقل نباید با زینت و با زیبایی باشند. خب ادامه آیه را میخوانیم، اما اینجا یک نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم اینه که ما خواندیم زنها زینت خودشون را ظاهر نکنند مگر جلوی محارم. همین محارمی که قرآن نام گرفت پدر هست، برادر است، غیر از شوهر. خب شوهر محدودیتی ندارد، گرچه در کتاب ها نوشتن از آداب اینه که زن و شوهر ولو اینکه با هم بی پرده می شوند اما به عورتهای غلیظ همدیگه نگاه نکنند، عورتهای غلیظ همدیگه نگاه نکنند که این یک سری عواقبی دارد. گفتنش اینجا سخته، خلاصش اینه که انسان را بی حیا می کند. اما بقیه محارم،
بقیه محارم تا چه اندازه میتوانند زن را ببینند؟ مثلا برادرش، برادرزاده اش، یا فرزندش. بعضی از فقها گفتند که از ناف تا زانو، همین مقداری که مال مرد هست و عورت مرد است، این بخش را محارم نمیتونن ببینند. یعنی برادر نمیتونه شکم خواهرش را ببینه بلا نسبت، رانش را ببیند، این بخش ها را نمیتونن ببینند. اما امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که این که میتوانند ببینند، جاهایی که معمولا زن کار میکند ظاهر میشه، چهرهش ظاهر میشه، سرش گاهی ظاهر میشه، موهایش، گردنش، دستهایش، مثلا وقت به وقت کار دستها آستینها بالا زده، اینها را که عموما میبینند اینها را محارم میتونن ببینند. غیر از اینها مثلا سینه را، پشت را، چه نیازی است اینها را ببینند؟ اینها را نباید ببیند. یک محرم حتی اینها را از زن نباید ببیند. پس مراد از زینت یعنی اون جاهایی که به وقت فعالیت، به وقت کار در خانه ظاهر میشه، خود به خود همینها را فقط محارم میتوانند ببینند. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. زنها وقتی که میروند پاهایشون را چنان به زمین نزنند، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا اینکه صدای زینتشون، اون زینتی که مخفی کرده، معلوم بشه. مثلا زن طوری راه میره که صدای زیورالاتش شنیده میشه. بعضی زنها دستبند دارند، علنگو دارند، طوری راه میرند که صدایشون هر نامحرم میشنود که این مثلا دستش پر از علنگو هست. بعضی ها کفش هایشون هم طوری هست که خیلی صدادار هست. لذا این ها را قرآن مجید میگه اینها معلوم نشه. اگر تا به حال کسانی نمیدانستند، متوجه نبودند، الله ترغیب به توبه میده. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، توبه کنید به سوی الله همگی ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید. رستگاری، موفقیت در رجوع الی الله هست، در توبه هست. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. قانون چهارم، الله می فرماید که ازدواج بدهید، نکاح بدید، عروسی بدید ایاما را. ایام جمع ایم است. ایم از نظر لغت عربی هر اون مردی را میگن که زن ندارد، یا هر اون زنی را میگن که شوهر ندارد. یعنی پسر و دختری که اینها مجردند، ازدواج نکردند، اینها را عقد کنید، ازدواج بدید. مردان را زن بدید، زنان را شوهر بدید. یعنی تأخیر نکنید. زیاد تأخیر کردن به صلاح نیست. خب یکی میگه من طاعت مالیم، توان مالیم ضعیفه. الله میفرماید این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر باشد خداوند اونها را مستغنی میفرماید از فضل خودش. خدا بهشون روزی میده، خدا عزوجل برایشون دری را برای معاششون باز میکنه. ازدواج کنند. ازدواج یکی از مسائلی هست که در قرآن و در حدیث مورد تأکید قرار گرفته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که ای جماعت جوانان، هر کسی از شما توانایی ازدواج دارد ازدواج کند. قرآن هم میگه پسرانتون را و دخترانتون را عقد کنید، زن بدید، شوهر بدید، ازدواج بدهید. اگر ناداری هست، فقر هست، فقط به شرط این که به اندازه
نان و نفقه ازدواج داشته باشد، نفقه زن و هزینه های ازدواج، لباسی، طلایی، هرچی که عرف است، گرچه نباید سخت گرفته بشه. در جامعه خود ما، در عرف خود ما قبلا نبود، الان زیاد هست. بعضی جوانها با وجودی که توانایی ازدواج دارند، اما اون زندگی ایدئالی که در ذهن خودشون دارند، چون اون زندگی ایدئال را نمیتونن تشکیل بدند، مثلا یک منزل، ماشین، امکانات رفاهی، میگوین تا وقتی که ما از خودمون چیزی داشته نباشیم ازدواج نمی کنیم. خیلی ها دیده شده، شنیده شده، پدر میگه که بیا من تکفل میکنم، من ازدواجت میدم، بعدا خودت برو برات کار بکن. اون میگه نه، سن جوان به 30 سال رسیده، 35 سال رسیده، هنوز چون که برای خودش منزلی نگرفته، هنوز چون که برای خودش همه امکانات را تا اون حدی که خودش عقیده داره فراهم نکرده، ازدواج نمی کند. این خلاف است. انسان که میخواد محفوظ بماند، ایمانش حفظ بشه، زودتر ازدواج کند. ازدواج و نکاح تکمیل ایمان است برای دوتا. لذا نه زن را باید تا دیر نگه داشت در خانه و نه پسر را و فرزند را. جوانان هم هرچی زودتر ازدواج کنند بهتر هست. لذا الله می فرماید و انکحوا الایام منکم، شما نکاح بدید دختران و پسرانی که ازدواج نکردند از شما، و همچنین و صالحین من عبادکم و امائکم، کنیزک های شما و برده های صالح شما را، اونا را هم ازدواج بدید. آیا اگر صالح نبودند ازدواج ندیم؟ اینجا دو توجیه بزرگان نوشتند. بعضی گفتند و صالحین معنیش اینه که اونهایی که پرهیزگارند، که حقوق زوجیت را رعایت بکنند. فردا اون شوهر بدون زن یعنی چه حقوقی دارد، زن بدون شوهر یعنی چه. کسانی که اینقدر پرهیزگاری و تقوا داشته باشند تا حقوق را رعایت کنند، اونها مد نظر است. بعضی گفتن صالحین به معنی صلاح شرعی نیست، صلاح لغوی هست، یعنی اون مردان، اون غلامها و کنیزهایی که صلاحیت ازدواج دارند. صلاحیت ازدواج ای الصالحین للنکاح، برای نکاح صلاحیت داره، یعنی به بلوغ رسیده، نیاز جنسی دارد و اینها را زودتر ازدواج بدید. این یکونوا فقراء، الله می فرماید این مرد و زنی که شما عقدش میدهید، ازدواجش میدی، اگر فقیر باشن خدا اونها را مستغنی میکند از فضل خودش. گاهی انسان تا زمانی که تجرد دارد، مجرد است، میبینیم که کاروبارش جور نمیشه، درست نمیشه، به محض اینکه ازدواج میکنه الله تعالی راهی و معاشی برش فراهم میکند، شغلش درست میشه. لذا به خاطر اینکه کم دارم ازدواج نمی کنم، نه. البته اگر نداشت به اندازه مهریه، به اندازه هزینه ازدواج، به اندازه لباسی که برای زن بگیره، به اندازه نان و نفقه، خب اون حق داره. این الله می فرماید که اگر این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم، الله درش وسیع است، خزانه اش وسیع است، زیاد دارد، علیم هم بندگان را میداند، میشناسد، به هر کس به اندازه حکمت بهش میدهد. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اما اگر کسانی نتوانستن نکاح بکنند، چیکار بکنند؟ عفت را حفظ کنند. بعضی ها میپرسند خب متعه و نکاح موقت برای کسانی است که نتوانند ازدواج بکنند. اگر چنین چیزی بود خداوند میفرمود اونهایی که توانایی زن گرفتن ندارند برند موقت بگیرند. خب موقت هر کس توانایی دارد، برای یک شب و دو شب هر کسی توانایی دارد.
ولی اون قرآن نگفت. یکی دیگر از آیاتی که عدم ازدواج متعه و عدم ازدواج صیغه و نکاح عدم جوازش ثابت میشه همین آیه هست، عدم جواز نکاح موقت. الله می فرماید ولیستعفف الذین، باید عفت را پیشه بگیرند، باید پاک دامنی را پیشه بگیرند. الذین لا یجدون نکاحا، آنانی که نمیابند نکاح، یعنی مهر و نفقه نکاح را نمیابند، پول ندارن نکاح بکنند، پول ندارن نفقه برای زن بکنند، اینها دیگه عفت را و پاکی و پاک دامنی را پیشه بگیرند. حتی یغنیهم الله من فضله، حتی که خداوند اونها را از فضل خودش بینیاز کند، یعنی خدا بهشون بده. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. قانون پنجم درباره کتابت است. غلام، برده، چیزی که امروز وجود ندارد. کتابت قبلا گفتیم خدمت شما، یک برده یک غلامی هست، آقایی دارد، به آقایش با اربابش قرارداد میبنده، میگه من به اندازه قیمتم میرم کار میکنم، مثلا قیمتم 10,000 درهم است، میرم کار میکنم، این پول را در میارم به شما میدم، من دیگه آزاد. اون میگه باشه برو. این عقد را میگن عقد کتابت، بدل کتابت همون پولی است که بهش میده. خب این غلام که میره سعی میکنه که این پول را جور کنه، یکی از موارد زکات همین غلام است، به این بدهید تا بتونه بدل کتابت را بپردازد و خودش را آزاد کند. الله می فرماید والذین یبتغون الکتاب، آنانی که کتابت می طلبند، مکاتب می خوان بشوند، مما ملکت ایمانکم، از برده های شما، فکاتبوهم، با اونها عقد کتابت ببندید، ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اونها خیر می بینید. اون وقت از مال زکات هم بهشون بدهید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بدهید به آنان از مال خدا، اون مالی که خدا به شما داد. مال خدا همون زکات است، مال الله. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، الله می فرماید که شما مجبور نکنید کنیزانتان را بر زنا، کنیزک ها را بر زنا مجبور نکنید. ان اردنا تحسنا، وقتی که اونها اراده پاک دامنی دارند، احسان و پاک دامنی. چرا بعضی این کار را میکنند؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تا که شما بطلبید کالای زندگی دنیا را، یعنی چارقرانی گیر بیارید، چند تومنی درآمد داشته باشید. ببینید در زمان جاهلیت مردم کنیز داشتند، کنیزها برایشون کار میکردند. در زمان اسلام هم بود، کنیزها را میفروختند، کنیزها را آزاد میکردند، کنیزها را به بعضی میبخشیدند. خب بعضی ها از این کنیزها سوء استفاده میکردند به این صورت که اینها را اجاره میدادند برای بلا تشبیه زنا و بی عفتی، و در اختیار مردان بیگانه یک شب دو شب بیشتر کمتر، تا از این طریق برای خودشون درآمد داشته باشند. این آیه بیشتر مفسران معتقدند درباره عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق نازل شد که دو تا کنیزک داشت، اسم یکی بود مسیکه، اسم یکی بود معاذه. این دو تا کنیزک را اون مجبور میکرد به زنا، از این طریق درآمد داشت. الله عزوجل می فرماید اینها را مجبور نکنید. اما یک جمله‌ای که جای
تردید است اینه که این اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات، اگر اونها اراده پاک دامنی داشتند. منظور چیه؟ یعنی اگر کنیز خودش اراده پاک دامنی نداشت میشه اجارهش داد؟ نه، بلکه اینجا اشاره به این جریان خاص است که اون که کنیز است، کنیز معمولا از نظر نسب پایینه، اون میخواد پاک دامن بماند. تو که خودت را خانواده مینامی، خودت را جز اشراف میدانی، جز بالا بالاها میدونی، تو اندازه اون حیا نداری. معنیش اینه او میخواهد که پاک دامن بماند، اما او نمیخواهد که زنا انجام بگیره، او نمیخواد بی عفتی بشه. تو که خودت را اصیل میدانی، تو این کار را میکنی. این تفسیرش هست. اما این آیه شامل بسیاری از خانه های فساد که بعضی از افراد بلا نسبت و بلا تشبیه با زنهای فاسده در ارتباط هستند، به طریق اولا شامل اونها میشه و این بدترین کار و بدترین عمل در یک جامعه مسلمان هست و بزرگترین فساد و اشاعه فحشا همین است که بعضی مرتکب می شوند. اما بعضی از مفسران تفسیر دیگه کردند که اون تفسیر هم خالی از لطف نیست. اون اینه که میگه شما کنیزهای خودتون را بر زنا مجبور نکنید اگر آنان میخواستن پاک دامنی را. یعنی چه؟ یعنی کسی آمده برای عقد کنیز، برای ازدواج کنیز، دامادی آمده که کنیز را بهش بده، ولی شما بهش نمیدهید چون میخواید این کنیز از این کار بکشید. خب این کنیز میخواد شوهر داشته باشه، پاک بماند، پاک دامن، ولی شما بهش شوهر نمیدید. در نتیجه چی؟ به خاطر منافع خودت، به خاطر اینکه برات کار میکنه، به خاطر اینکه برای زحمت میکشه شوهر که داشته باشه، بعداً حتما با شوهر یک بخشی مشغول میشه، بعداً برای شوهر بچه میاره، بچه گرچه مال شما میشه، چون کسی که صاحب کنیز باشه بچه غلام او میشه، ولی مقداری با شوهر مشغول میشه. به خاطر کارهای خودت به شوهر نمیدی، آخر با این کار داری این کنیز را مجبور به زنا میکنی. غریزه جنسی دارد، نیاز به عرض کنم جنس دارد و مسائل جنسی دارد، این فردا آلوده میشه. پس این کنیز را به نوعی وادار کردی به این که شوهر بهش ندادی. اگر این تفسیر بشه، این تفسیر درست باشد، پس شامل اون مردانی که دختران خودشون را هم زود ازدواج نمیدهند و خیلی شرایط سختی میگذارند که دختر پا به سن میگذارد، این شامل حال اونها میشه که این دختر را شوهر نمیده تا پاک دامن بشه. العیاذ بالله، خدای نکرده فردا این دختر فاسد میشه. در بسیاری از مناطق دور و نزدیک ما، در عرفهای ما هست که بعضی مثلا افراد، بعضی قبائل، بعضی روستاها، بعضی شهرها برای دختران خودشون شرایط سختی دارند، یا شرایط مالی سختی میگذارند که هیچ که نره، یا بعضی ها چون میگن ما از نظر نسب در سطح بالایی هستیم، باید کف ما هم برابر ما بیاد، چون که کسی میره که کف نیست لذا دختر را بهش نمیده، میگذاره دختر سنش به 30 میرسه، به 35 میرسه، به 40 میرسه. در بسیاری از مناطق الان هم هست که میگویند این نیست که دختران خواستگار نداشتند، خواستگار داشتند ولی پدر گفته چون من از فلان زاده هستم باید در سطح من بیاد، دختر را نداده، دختر پا به سن گذاشته. این هم اشکال دارد.
نباید چنین باشد. لذا الله می فرماید و من یکرهن، هر کسی آنها را مجبور کند، اون کنیزک ها را، فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم، همانا الله بعد از مجبور کردنشان نسبت به آنها غفور رحیم است، الله اونها را می بخشد. اما این کسی که آقایشون هست این نمی بخشی که اونها را مجبور به زنا کرده. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ترغیب هست به سوی اعمال. خدا میفرما ببین چه آیات واضح و آیات نورانی و روشنی برای شما نازل کردم. و مثلا من الذین خلو من قبلکم، و در این آیات هست نمونه هایی از اقوام گذشته، آنانی که قبل از شما گذشتند. نمونه های عذاب مراد است، پیشینیان مثل قوم های گذشته که اونها احکام خدا را بجا نیاوردند و سرپیچی کردند، به چه عذابی گرفتار شدند. اینا نمونه هستند، درسند برای شما. و موعظه للمتقین، اینها موعظه هستند برای متقیان. الله نور السماوات والارض، الله نور آسمان ها و زمین است. نور با توجه به این که از نظر لغوی معنایش اینه که خودش قائم بالذات قائم بالغیر هست، خودش از خودش وجودی ندارد، از دیگری وجود میگیرد. مثلا نور از این چراغ نور وجود عرض کنم که درست میشه، نور از خورشید درست میشه. نور چیزی دیگه هست و چراغ چیزی دیگه هست. با توجه به این معنی لفظ نور برای الله عزوجل به این معنی لایق نیست. به این خاطر گفتن الله نور السماوات، بعضی گفتن الله منور السماوات، یعنی الله نور دهنده آسمان و زمین است. آسمان و زمین را نور می بخشد، نور هدایت، نور ایمان، نور بصیرت. و بعضی گفتن الله مدبر آسمان ها و زمین است، یعنی گرداننده است، همه امور در دست او هست، هر چی که او بخواهد در آسمان ها و زمین انجام میده. اما اینجا مثالی برای نور الله گفته شده. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مثال نور الله مثل مشکاتی هست. مشکات میگن تاقچه را، فیها مصباح در تاقچه چراغ هست. الان برق هست، در قدیم چراغ های فانوس بودند، اینا را که روشن میکردند در یک تاقچه میگذاشتند که تاقچه از سه طرف بسته هست، راست و چپ و پشت بسته هست، فقط از جلو باز تمام این نور چی بشه؟ منتقل بشه به جلو، تمام نور بیشتر به جلو میده. مثالش این نورافکنها، نورافکنها را شما ببینید، نورافکنهایی که از پشت مسدودن بستند، از دو طرف بستند، فقط جلوشون باز دیگه خوب نورافشانی میکنند. پس الله میفرماید که مثل تاقچه‌ای که در آن چراغ گذاشته شده. اما چراغ چه چراغی؟ ببینید چراغ اگر شیشه داشته باشد، شیشه یک حالتی دارد که نور را بیشتر منعکس می کند. میفرماید المصباح فی زجاجه، چراغ در شیشه هست و بعض شیشه هر چی که صافتر باشد، لکه داشته نباشد، نور چی میشه؟ بیشتر درخشه. این لامپ ها گاهی غبار میگیره، گاهی خاک میگیره، میبینیم نور اتاق خوب نیست. شما حوصله میکنید لامپ را باز میکنید، با دستمال کاغذی خوب تمیزش میکنید، هیچ غباری نیست. الان روشن میکنید تمام جا روشنه. لذا میفرماید از زجاجتو، اون شیشه هم چه شیشه ای؟ کانها کوکب دری، گویا که ستاره درخشنده هست. ستاره یعنی شیشه از صافی، از تمیزی مثل ستاره می درخشد. ببینید اینا تمام صورتهایی که خدا گفته است، تمام صورتها هستند که نور را بیشتر می کند.
بعض چراغ هرچی که الان ما کمتر تجربه داریم چون که به وسایل جدید ما روی آوردیم، قدیمی ها بهتر میدونن هرچی که روغنی که در داخل چراغ هست، نفتی که در داخل چراغ هست، هرچی که اشغالش کمتر باشد، اصیلتر باشد، بهتر باشد، نور چراغ صافتر و بهتر و بدون دود هست. حداقل الان نفت هایی که ما داریم گاهی بعضی ها با اشغال قاطی می شوند، می بینیم که دود داره، خوب روشنی نداره. الله می فرماید که این چراغی هست که روشن شده از روغن زیتون. روغن زیتون باز از بین بقیه روغن ها ممتازه. باز روغن زیتون هم متفاوته. روغن زیتون که درختش کجا بوده؟ درخت ها که روغن تولید میکنن، میوه میدهند، این درخت ها خیلی فرق میکنن در چه شرایط جوی قرار دارد. یک درختی هست همیشه در سایه هست، این درخت میوهش هم خوب نیست، اگر روغنی داشته باشه روغنش هم خوب نیست. اما یک درخت است در جایی قرار دارد که بیشتر بر او آفتاب میتابد. معمولا وقتی که آفتاب تازه طلوع میکنه، خورشید طلوع میکند، درختان در این باغ مثلا بعضی درختان نزدیک او دیوار هستند، دیوار شرقی باغ. خب این درختان صبح وقتی که خورشید طلوع می کند خورشید را ندارند، همش در سایه اند. وقتی خورشید خوب بالا میزند بعدا این درخت زیر چی است؟ زیر خورشید است. یک درختی که به طرف دیوار غربی هست، این درخت خورشید که طلوع می کند به این میتابد، اما وقتی که به طرف زوال و به طرف غروب میره دیگه اینجا سایه هست، یعنی قسمت بعد از ظهر این درخت در سایه است. پس درخت شرقی و غربی یا صبح یا بعد از ظهر از نور خورشید محرومه و اون چی هست؟ اون در سایه هست. مسلمه که این درخت خوب نتیجه بخش نیست، چون که خورشید بسیار مفید است برای درخت. اما یک درخت است که لا شرقیه ولا غربیه، قرآن گفته، یعنی نه جانب شرق است نه جانب غرب، وسط است، وسط باغه. صبح تازه که خورشید طلوع می کند بر این میتابد، هرچی بالا میره بیشتر میتابد، به طرف غروب میره بازم بر این میتابد، یعنی همش زیر چی هست؟ از نظر شرایط جوی زیر نور خورشید است، زیر حرارت خورشید. این دیگه درخت، کسانی که با درخت سر و کار دارن میدونن که این درخت از نظر نتیجه، از نظر ثمر بهترین درخت است، این دیگه دوم ندارد. خب درخت زیتونی که روغن بده و این شرایط جوی را داشته باشه، اون زیتونش هم خالص هست، از همه زیتون ها بهتره. لذا الله می فرماید فرض کن که تو این چراغ از درختی شبیه این درخت زیتون ریخته شده. آیه را خوب بفهمید. الله می فرماید که الزجاجة کأنها کوکب دری، شیشه و آینه گویا که اون ستاره درخشانی هست، یوقد من شجرة، که روشن شده این چراغ از درختی، یعنی از روغن درختی که مبارکت، مبارک است. درخت مبارک به درخت زیتون گفته شده. مبارکت زیتونت، درخت مبارک زیتون، لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقیه هست و نه غربی، که توضیح شرقی و غربی را دادم. یکاد زیتها یضیء، چنان روغنش خالص است که نزدیک است این زیت و این روغن خود به خود روشن بشه، ولو لم تمسسه نار، گرچه آتش بهش نرسد. یعنی منتظر کوچکترین چی هست؟ جرقه‌ای هست، خود به خود این آتش چی میشه؟ این چراغ روشن میشه، همه جا را نورانی میکند. لذا مثال نور الله یا نوری که الله عزوجل به زمین و آسمان داده چنان روشن خالص، نور علی نور،
نور بر نور یعنی چه؟ یعنی الله عزوجل هدایت را، قرآن را، نور را، ایمان را چنان بر همه جهان واضح روشن کرده و چنان واضح است که گویا نور بر نور است. اما از این نور چه کسی هدایت میشه؟ کسی که الله بخواد. بسیاری از مردم محرومند. یهدی الله لنوره من یشاء، هدایت میکند الله به سوی نورش کسی را که بخواهد به سوی نور ایمان. و یضرب الله الامثال للناس، بیان میکند الله این مثال ها را برای مردم. والله بكل شیء علیم، الله به هر چیز علیم است، میداند چی برای مردم مفید بیان میکند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور